بهترین نقشی که بازی کردی که واقعا توش ترکوندی، جدی دارم میگم، قربونت برم. واقعا ترکوندی. یعنی من اونجا موندم که چقدر یه بازیگر میتونه انعطاف داشته باشه، چقدر تاثیر بذاره. این نقشت بود، اون نقشی که اونجا بازی کردی. بی‌نظیر بود این نقشی که بازی کرده بودی واقعا. شال گردنش هم چارخونه است، این لباسته. واقعا دست داشت، یه دست بلند. باور نمی‌کردم بتونی کارتون بازی کنی. اصلا من گرو شخصیت کارتونی خودمه، یعنی واقعا این بابای میلیونا مرد نفرت انگیز و همه میگن من یه مدت تو سرم هم جنام خان افتاده بود، اگه تو موافقی بیا با همین کار انجام بدیم، بریم از والت دیسنی شکایت کنیم. میگم از رو من ساختن، یه پولی گیرمون میاد. خودتی واقعا حال کردی میتونیم بریم شکایت کنیم. ما اگر بتونم از آفتابه در بیام همراهت میام. ته پام هنوز تو آفتابه گیره.